اکثر کسایی که حتی از سیاست سر در نمیارن الان دیگه موضع اردوغان رو فهمیدن که اردوغان داره خیانت میکنه. اردوغان نمیدونم چیزی مصرف میکنه، یه روز حامی ایران میشه، یه روز به ایران میخواد حمله بکنه، ولی در کل اگر راست میگه جلوی گازش رو بگیره، جلوی نفتش رو بگیره، همینطور آذربایجان جلوی نفتش رو بگیرن، جلوی گازش رو بگیرن که نفتش و گازش به اسرائیل صادر نشه و اسرائیل هم ماشین جنگیش با اینا متحرک. یمن هم که از اون ور گرفته جلوی نفت و گازش رو و نفت و گازی به اسرائیل نمیرسه که اگر از زمین هم بخوام بکشن که دیگه عراق و اینا نمیذارن، بالاخره گروهای مقاومت میزنن. اگر اردوغان راست میگه، اردوغان اینجا دروغ داره میگه، افکار مردم خودشو داره فریب میده. الان ایرانی‌ها سرازیر خواهند شد به ترکیه که برن به سوریه.